برداشتن شما تعلیم و تربیت در سمت قوم‌های لولیتواری که در ناحیه بلخی و ناحیه موسیز زندگی میکنند. من در پیشنهاد میکنم به شما که فرصت یافته به همون مؤسسه تعلیمی لولیتواران که در ناحیه موسیز یک بار از نزدیک رفته با وضع حالت تعلیم و تربیت و وضع دانش اندوزی هم کودکان به واسطه شناس شویم. ما کودکانی که در مثال یک ناحیه وسیع اگر گپ زنیم اشتراک فعالانه در حرکت المپیک دارند، حتی از همین تبار در مسابقه بوکس در جای یکم بر سطح جمهوری دارد. این در رسانه‌های خبری اعلان هم شدگی بود. توجه زیاد است، اشتراک خواندن تعلیم آموزی از جانب والدین همین کودکان هم زیاد است. اگر چنده که در داخل صنف‌خانه‌ها حالت میشد سن سال کودکان نومرتقی میکنند، زیرا بعضی ها دیرتر وارد شدند. واسه از اون کودکان لولیتوار ذهنیت خوبتر دارن، از اون تعلیم استادانشون میگن یک بار گفتن و اسکت میکنن، یک بار مثلا شعر ابیاتی که یا که موادی که برای آنها برای مطالعه و از نو بیان فکر میدن بسیار یک ماهرانه کاربری میکنن، قابلیت خوب دارن. ما اینا را به واسطه کار میکنیم در فعالیت کاری ما هیچگاه از مد نظرات نمیگیریم.